گوش کن فصل بهار آمده است، دلخوشی باز به بار آمده است. گوش کن فصل نگاه من و تو، با دلی شاد باز به بار آمده است. با نام خودش آغاز میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خالق بهار و سلام به همه شما عزیزانی که دارید صدای من رو میشنوید. من نازنین زهرا حجه‌زاده هستم و خیلی خوشحالم که امروز در سرای صدر سلطنه در کنار شما عزیزان هستم. گفتم بهار به نظر من یعنی امید، یعنی دوباره بلند شدن، یعنی باور به روزهای بهتر. چون روز آید جهان تازه گردد، دل از غصه ها بی‌نیاز گردد. اما سال